همونطور که در ویدیوی قبلی خدمتون گفتم، بعد از اینکه تصمیم گرفتم کاری پیدا کنم که علاوه بر اینکه بتونم از خونه انجامش بدم و درآمدزایی داشته باشم، کاری مطمئن و قانونی هم باشه، به همین خاطر همینطور که مثل همه شما توی این اینستاگرام ویدیوها رو میدیدم، یه ویدیو توجه منو جلب کرد و اون ویدیو یه ویدیو از یه خانومی بود که سالها بود که پیجشون رو دنبال میکردم و خیلی بهشون اطمینان پیدا کرده بودم. اون خانم در مورد بیزنسی حرف میزد که قانونی بود و به صورت آنلاین از خونه و در هر زمانی که میخواستم میتونستم انجامش بدم. اما تمام فکرم این شده بود که منی که هیچ تجربه‌ای در مورد کارهای آنلاین ندارم، چطور میتونم این بیزنس رو انجام بدم؟ فکرمو خیلی مشغول کرده بود. اما واقعا تو زندگیم به یه نقطه‌ای رسیده بودم که فقط میخواستم به صورت جدی کاری رو شروع کنم. در صورت با توکل به خدا این کار رو شروع کردم. اما راستش رو بخواید، از طرفی میترسیدم که نتونم از آتش بر بیام و از طرفی خانواده‌ام هم موافق نبودن. واقعا نمیدونستم این کار رو انجام بدم یا ندم. اما برای اینکه مطمئن بشم شروع کردم به تحقیق کردم. به من پیشنهاد کردن تا با پرداخت یه مبلغ جزئی وارد دوره 30 روزه آزمایشی بشم و اگه بعد از 30 روز تحقیق با ویدیوهایی که برام میفرستن احساس کردم که این بیزنس مناسب من نیست، اون مبلغ رو به من برمیگردونن. از اونجایی که باز هم نمیتونستم اعتماد کنم که پولی رو به حسابشون واریز کنم، تصمیم گرفتم این مبلغ رو با حساب پیپل پرداخت کنم که اگه پولم رو پس ندادن بتونم از پیپل اون رو درخواست کنم. اینطوری شد که وارد دوره 30 روزه آزمایشی شدم و برای پرداخت پولم رسید دریافت کردم. بعد از دیدن ویدیوها تونستم مطمئن بشم که واقعا میخوام این کار رو انجام بدم و بعدش به طور رسمی وارد این بیزنس شدم و حالا به خاطر سوالهایی که شما دوستان همیشه در مورد این بیزنس از من میپرسید، تصمیم گرفتم چند ویدیوی کوتاه در این مورد درست کنم و از مراحل مختلف اون برای شما دوستای خوبم بگم. به شما توصیه میکنم ویدیوهای بعدی من رو حتما ببینید تا با این موقعیت استثنایی آشنا بشید. شاید واقعا این همون چیزیه که همیشه شما دنبالش میگشتید. به امید دیدارتون در ویدیوهای بعدی.